خب درود بر شما. من محمد حسین جاویدپور هستم، کلاس زبان تخصصی. امروز قراره که در مورد لیفت صحبت کنیم. حالا لیفت چی هست؟ بریم که ببینیم چیه. خب دوستان، درود بر شما، شاد باشید. ببینید، همونطور که دیروز گفتیم یه بار دیگه بگم، هواپیما همیشه تحت تأثیر یک نیروی هست به اسم وزن، weight، نیروی حاصل از جاذبه، acceleration of gravity، شتاب جاذبه بر مس، بر جرم. وقتی که هواپیما ساکن روی زمینه، فقط ما همین یه نیرو رو داریم، فقط همین یه نیرو رو داریم.